درود خدمت شما عزیزان و همراهان پیج مکانیک سازان. امروز قصد داریم که دوره تعمیرات ECU رو خدمت شما معرفی بکنیم و قسمت‌های مختلفی که آموزش میدیم خدمت شما معرفی بشه. توی دوره تعمیرات ECU ما لوازم و وسایل جدیدی که در بازار وجود داره برای تست قطعات و تست یونیت های خود رو خدمت شما ارائه میدیم. قطعات مختلفی که روی ECU هست، طریقه تست اونها، طریقه استفاده از اسیلوسکوپ و اسیلوسکوپ های خودرویی برای تست قطعات و نحوه پروگرام کردن و برنامه‌ریزی با استفاده از پروگرامرهای مختلف ایرانی و خارجی رو خدمت شما آموزش میدیم و انشاءالله در پایان دوره شما کاملا بی‌نیاز خواهید بود برای تعمیرات انواع بردهای خودرویی. موفق و پیروز باشید. ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید.